أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. در آیات گذشته درباره نقض عهد و پیمان شکنی بنی اسرائیل خواندیم که بنی اسرائیل در تمام مراحل زندگی پیمان شکن بودند. هر جا با انبیا هماهنگ نبودند، انبیا را اذیت می کردند. از سیدنا موسی علیه السلام گرفته تا بقیه انبیاء بنی اسرائیل و تا سیدنا عیسی و بسیاری از واقعات و داستانها و جریاناتی که بیانگر نقض عهد، بیانگر پیمان شکنی اونها بودند را خواندیم. حال در این آیه، اولین آیه که تلاوت گردید، خداوند تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. تخویف دنیوی یعنی از عذاب دنیا اونها را بیم می دهد که با این پیمان شکنی، با این نقض عهد، با این رویه‌ای که دارند، هر جا مخالف انبیا، هر جا مخالفت با دعوتگران توحید، لذا آیندهشان آینده خوبی نخواهد بود. در آینده تا زمانی که بر همین روش بمانند، تا زمانی که ادامه بدهند همین مسیر کج را، مسیر مخالفت با اهل حق را، تا اون زمان همواره اینها به عذاب خدا و به گرفتاری ها در دنیا مواجه خواهند بود. تکلیف آخرت که مشخصه، هر کسی که مخالف اهل حق باشد، دعوتگران توحید باشد، انبیاء خدا باشد، چه نتیجه‌ای برای او دارد. لذا الله تعالی در این آیه می فرماید و اذ تأذن ربک، زمانی که رب اعلام فرمود. بکه اعلام فرمود؟ طلاب بنویسم به واسطه انبیاء بنی اسرائیل. این اعلام به وسیله انبیاء بنی اسرائیل به بنی اسرائیل شد، به فرزندان اسرائیل این گونه اعلام شد که لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. به خاطر این نقض و عهد شکنی ها حتما بر آنها الله تعالی خواهد فرستاد کسانی را که تا قیامت کسانی را الله می فرستد، کسانی که اونها را بچشانند بدترین عذاب. یعنی در طول تاریخ تا قیام قیامت کسانی در تمام تاریخ کسانی را الله عزوجل مبعوث می کند که به بنی اسرائیل را شکنجه بدهند، اونها را عذاب بدهند.
بدترین عذاب مثل قتل، مثل اسارت، مثل جزیه گذاشتن، مثل جلاوطن کردن و اونها را از شهرشان، از ملکشان بی خانمان کردن در طول تاریخ خواهد بود و این بوده. این در تاریخ گذشته ما شاهدیم، تاریخ شاهد هست که سختترین روزها را یهودی ها داشتند. امروز که یهودی ها ادعای مظلومیت می کنند، چون در هر عصری، در هر دوری، هر گروهی آمده، هر پادشاهی آمده، عام از مسلمان و غیر مسلمان، مسیحیان، مسلمانان، این دو گروه همیشه بر بنی اسرائیل، بر یهود تاختند. جریاناتی که برای یهود و هولوکاست هایی که برای یهود اتفاق افتاد که یهودی ها قتل عام شدند، اینها تمام در واقع این وعده الهی هست که اینها دل اهل حق را، دل انبیا را شکستند، انبیا را شهید کردند و در طول دوران اینها به عذاب خدا گرفتار شدند. ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. بدون شک رب تو و پروردگار تو زود عذاب میگیرد، عذاب میدهد و الله عز وجل غفور رحیم هست. سریع العقاب لمن عصاه و غفور رحیم لمن اطاعه. هر کسی که او را اطاعت کند او را میبخشد، اما هر کسی که مثل یهود نافرمانی کند، عصیان کند، خدای عز وجل سخت او را گرفتار می کند، چنانچه یهود گرفتار شدند. امروز اگر یهود حکومتی تشکیل داده، یهود محکم چسبیده به مسیحیان، به غرب، به اروپا، به امریکا، به اونهایی که بین یهود و بین اونها بدترین اختلافات است. امروز کسانی را یهود به کسانی متوسل شده که معتقد است پیامبر اونها، فرستاده اونها، که اونها پیامبر هم نمیدونند، اونها خدا میدانند، عیسی مسیح را مسیحیان خدا میدانند. یهود معتقد است العیاذ بالله اون عیسی فرزند حرام است. یهود به اون عیسی و به مادر اون عیسی تهمت زد. یعنی بدترین اختلاف فکری و عقیدتی بین یهود و مسیحیان است. بین ما و مسیحیان، بین ما و یهودیان نیست. ما سیدنا موسی را پیامبر خدا میدانیم، عزیر را پیامبر خدا میدانیم، عیسی را پیامبر خدا میدانیم، اما اونها اختلافاتشون خیلی عمیق است. اختلافات فکری، عقیدتی خیلی خطرناک است. عیسی که یهودی ها اون را فرزند حرام میگویند، مسیحیان میگویند اون خداست یا جز خداست. ان الله هو المسیح ابن مریم، ان الله ثالث ثلاثه. معتقدند که خداوند همون مسیح. این همه اختلاف ولی امروز در کنار هم قرار گرفتند به خاطر اینکه اولا مسیحیان از این حکومت به عنوان یک ابزار برای اهداف خودشون استفاده می کنند در میان مسلمانان در خاور میانه، و این حکومت را یک اهرم فشاری بر مسلمانان گذاشتند تا بر مسلمانان فشار بیاورند. لذا این بازیچه و آله دست اونهاست. برای لحظه‌ای وقتی که حکومت آمریکا و نظام آمریکا حمایت خودش را کمرنگ می کند، تمام سردمداران اسرائیل به دست و پا می افتند، فوراً سفرها شروع میشه، مذاکرات آغاز میشه تا حمایت ها را دوباره جلب کنند. میدونند که ذره بدون حمایت اونها در این خاورمیانه تاب نمیارند، عددی نیستند از نظر جمعیت، از نظر قدرت،
در مقابل مسلمانان. لذا اینها در لوای اونها، در سایه اونها فعلا وجود خودشون را حفظ کردند و اونها هم برای نفع خودشون، در حالی که میدونن که یهود چقدر دشمن اونها هستند، برای منافع خودشون اینها را نگه داشتند تا از این طریق کشورهای مسلمان در فشار باشند، همواره احساس نیاز به اسلحه داشته باشند، نیاز به اونها داشته باشند. و یک سیاستی هست در دنیا که شما بهتر میدونید. اما این را من میخواستم عرض کنم که این آیه الهی در طول زمانهای گذشته محقق بوده، به تحقق انجامیده و هنوزم هست که همیشه یهودی ها در واقع توسری خور هستند، همیشه یهودی ها باج دهنده هستند و متوسل و متمسک به قدرت ها هستند تا وجود خودشون را حفظ کنند. لذا این بدترین عذاب است، این عذاب الهی هست. این به دلیل چیه؟ به دلیل شکستن پیمان خدا و به دلیل اینکه انبیاء خدا را اذیت کردند. اما همه یهودی ها یک جور نیستند. الله می فرماید و قطعناهم فی الارض امما. این حالت سلف یهود هست، گذشتگان یهود. اونها را ما دسته دسته کردیم، جماعت جماعت و گروه گروه کردیم به جماعت های مختلف. منهم الصالحون و منهم دون ذلك. بعضی از آنها صالحان بودند، بعضی غیر صالح. اما امتحانات و آزمایشات الهی به رنگهای مختلف بود. و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. الله می فرماید آنها را آزمودیم، هم با حسنات، با نعمتها، با فراوانی همه امکانات، و همچنین سیئات، سختیها، عذاب، مشکلات. حسنات و سیئات را خدا می آورد تا که مردم برگردن به سوی خدا، تا که بدونند که این تلخی و خوشی همه از طرف الله عزوجل هست. اما یه سوالی که شاید در ذهن شما هم باشد، اون اینه که اگر خلاف کردند، اگر خیانت کردند، اگر نقض عهد کردند، پیمان شکستند، سلف یهود بودند، گذشتگان یهود بودند، اونهایی که موسی را اذیت کردند، یوشع را اذیت کردند، بقیه انبیاء را، حضرت حزقیل را و حضرت عیسی را، همه انبیاء را اذیت و آزار رساندند، انبیاء را قتل کردند، شهید کردند. ولی یهود زمان پیامبر، یهود بعد از اون، یهود زمان ما، اینا چه گناهی دارند که اینها به تعبیر محلی در چوب اونها بسوزند؟ اینها کتک اونها را چرا بخورند؟ اینها چه مشکلی دارند؟ ببینید یهود بعدی وقتی که آمدند سلف خودشون را تایید می کردند، سلف خودشون را تعریف و تمجید می کردند، کارهای اونها را تایید می کردند و به وجود اونها افتخار می کردند و همون رویه را ادامه دادند. بحث افراد نیست، بحث روش هست، در مقابل اهل حق ایستادن هست، در مقابل اهل حق قرار گرفتن هست. همان گونه که یهود گذشته مخالفت کردن با انبیا، یهود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با رسول الله مخالفت کردند، با رسول الله پیمان بستند، پیمان را شکستند. یهود گذشته کتمان کردند، تحریف کردند تورات را. یهود زمان رسول الله هم همین کار را کردند، یهود زمانهای بعدی هم همین کارها را کردند. یهود زمان گذشته نسبت به انبیا خیانت ها کردند، در زمان رسول الله هم هاکذا. یهودی ها فتنه ها بپا کردند، منافقین از میان یهودی ها بودند. جنگ خندق و احزاب را یهودی ها خلق کردند، رفتن مشرکان را تحریک کردند. لذا تمام خباثت ها، تمام دردسرها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از زیر سر یهود بود.
اینها هیچ تفاوتی با گذشتگان خودشون ندارند. البته اگر اینها روش را عوض کنند، رویه را عوض کنند، بیایند بر مسیر حق، بیایند بر مسیری که تورات به اونها گفته، تورات نشونشون داده، اون مسیر پذیرفتن نبی خاتم هست، ایمان آوردن به نبی خاتم هست. اگر این مسیر را انتخاب کنند، اختیار کنند، اون وقت برادران ما میشن. اون وقت مثل نمونه هایی که قرآن در جای جای قرآن از اونها یاد میشه، عبدالله ابن سلام، اصحاب و شاگردان ایشون مورد تعریف، مورد تمجید و مورد تکریم قرار میگیرند. الله عزوجل در دنیا هم اونها را عزت میده، در آخرت هم. لذا اسلوب همون اسلوب گذشتگان هست، خیانت همون خیانت گذشتگان هست. الله می فرماید فخلف من بعدهم خلف، جانشین شد پشت سر اونها خلیفه های جانشینانی که ورث الکتاب، وارث کتاب شدند، تورات را وارث شدند، عالمان تورات، معلمان تورات شدند. اما چه مریضی هایی داشتند. چند مرض را الله عزوجل ذکر می فرماید. مرض اول حرام خواری، یأخذون عرض هذا الادنا، الله می فرماید آنها می گرفتند مال این دنیای دون را، دنیای بی ارزش را. عرض کالا را میگن، ولی مراد از اینجا رشوه هست. در پرانتز نکته ای عرض بکنم که صفاتی که ما در یهود میخوانیم، گاهی ببینیم که خدای نکرده این صفات در میان ما نباشد. حضرت شاه ولی الله رحمه الله که یکی از کارشناسان علوم قرآنی هستند، ایشون معتقدند که تمام گروه های باطلی که در صدر در مقابل رسول الله بودند، که 4 گروه هستند: یکی یهود، دوم مسیحیان، سوم منافقان، چهارم مشرکان. می فرماید که در میان مسلمانان نمونه هایشون هست. یعنی خیلی ها هستند که میگن ما مسلمانیم، صفات یهودی تویشون هست، مسلمانیم، صفات مسیحیان تویشون هست، صفات منافقان، صفات مشرکان. می فرماید این عموم مردم که اصلا خبر ندارند از خدا، از توحید، از یکتاپرستی و دنبال سنگ پرستی و قبر پرستی و شخصیت پرستی و بزرگ پرستی و پیر پرستی هستند، اینا نمونه های مشرکان صدر هستند. و می فرمایند که علمایی که کتمان می کنند، علمایی که حق را نمیگند، علمایی که مثل یهودی ها حق پوشی می کنند و در مقابل پول اندک، متاع قلیل دین را می فروشند، اینا نمونه های همون یهودی های علماء یهودی هستند که دین فروشی می کردند. الان صفات را ببینید. و می فرمایند که اون کسانی که در دین اسلام هستند و افتخار می کنند به این که ما آقازاده هستیم، سادات هستیم، پیرزاده هستیم، فلانزاده هستیم، اینا نمونه هایشون در مسیحیان است که اونها افتخارشون به عیسی مسیح بود. گفتند که امکان نداره که عیسی مسیح بذاره ما به عذاب خدا گرفتار بشیم. اینها هم به پدران خودشون، به بزرگان، به گذشتگان. و فرمودند مثال منافقین که یه روزی شرایط را مناسب میدونستند، در کنار رسول الله بودند و یه روزی فاصله می گرفتن وقتی که وضعیت قرمز بود، می فرمایند که نمونه هایشون در تحصیل کردگان و سرمایه‌داران این امت است که اینا هم شرایط خودشون را بعضی ها نگاه می کنند. لذا همه نمونه ها در میان ما هست، باید از این صفات بدور بود. این نکته را عرض کردم چون دارین صفات علماء یهود را می خوانیم. اولین صفتشون حرام خواری، یأخذون عرض هذا الادنا،
آنان میگرفتن رشوه. والمراد بهذا العرض، عرض این کالایی که قرآن گفته، حضرت آلوسی میفرماید والمراد بهذا العرض ما یأخذونه من الرشا في الحکومات وعلى تحریف الكلام. مراد اون پولی هست که از حکومت ها می گرفتند و کلام خدا را تحریف می کردند. لذا بعضی وقتها انسان ها هستند پول از حکومت ها می گیرند و دین را طبق میل اونها تفسیر می کنند. هستند، در زمان ما هم هستند حکومت های بلاد مختلف. لذا علمایی هستند که میبینند جهت حکومت، مسیر حکومت به چه سمت و سوی هست. بعضی حکومت ها هستند که با مسیحیان دوستند، لذا علما همه آیات را، همه دین را به اون سمت و سو تفسیر میکنند. بعضی حکومت ها هستند که تمایل به شرک دارند، تمایل به غیر الله پرستی دارند. میبینیم ملاهای درباری هستند که آیات را به اون سمت و سو میبرند و تفسیر میکنند، کتمان میکنند، حق پوشی میکنند. لذا در مقابل خلعت اندکی پول بی ارزشی که اون را قرآن به عرض تعبیر کرده، همون پولی که برای رشوه گرفته میشه، این پس مرض اول هست، حرام خاری. دوم و یقولون سیغفر لنا، آنان میگویند ان قریب ما بخشیده میشیم. این مرض دوم است، بیباکی. چقدر بیباک، چقدر بیپروا که حق را کتمان میکند، دین فروشی میکند، بعد میگه مرا خدا میبخشه. چه انتظار، چه توقعی. لذا الله میفرماید اونها میگفتن سیغفر لنا. چرا میگفتن سیغفر لنا؟ لأن ابناء الله و احباء، ما محبوبان و مقربان خدا هستیم، ما جز اونهایی هستیم که خدا اونها را دوست دارد. عیب خودشون را نمیدیدند. و سوم و این یأتهم عرض مثله یأخذوا، مرض سوم اصرار علی المعصیت، یعنی یک بار رشوه نگرفتند، هر بار می آمد پیش آنها عرضون، پول رشوهی چیزی مثل آن می گرفتند. این بیانگر اینه که مرضشون مدید بود، همیشه بود، شغلشون همین بود. الله تعالی اکنون رد می فرماید این رویه را، مگر از اونها قول گرفته نشد، پیمان و میثاقشون نیست که بغیر از حق چیزی نگویند؟ چرا اینها حق را کتمان میکنند؟ الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا بر آنها گرفته نشد پیمان کتاب؟ منظور تورات است. الا یقولوا علی الله الا الحق، در تورات این پیمان از آنها گرفته شده که بغیر از حق چیزی نگویند. و درسوا ما فیه، آنچه که در تورات، مطالب تورات را یاد بگیرند و یاد بدهند به مردم. و باز الله تعالی در بعد از رشوه موضوع تزهید من الدنیا را بیان می فرماید. یعنی باید واقعا نسبت به دنیا اینقدر رغبت نداشت، نباید اینقدر ما دنیا را دوست داشته باشیم که به خاطر دنیا دین را زیر پا بگذاریم، به خاطر دنیا رب را ناراضی کنیم. الله می فرماید و الدار الاخرة خیر للذین یتقون، دار آخرت بهتر است برای متقیان، برای کسانی که یتقون، اجتناب میکنند، دوری میکنند از این نوع عقاید و اعمال، از این نوع عمل کردها. افلا تعقلون، آیا خرد ندارید؟ فکر نمی کنید؟ از عقل کار نمیگیرید که اون زندگی از این زندگی به مراتب بهتر است؟ این زندگی چند روزه هست، اینجا رشوه میگیری، اینجا دین فروشی میکنی، زود پایان میپذیرد.
والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة. اما اینجا بشارت است، همه اینجور نیستند. الان خواندیم منهم الصالحون و منهم دون ذلك. بعضی ها به کتاب خدا عمل می کنند و بر اعمالی که کتاب اشاره دارد راهنمایی می کند به اون اعمال پایبندند. الله می فرماید این نوع افراد را ما ضایع نمی کنیم. والذین یمسکون بالکتاب، کسانی که به کتاب چنگ زدند، و اقاموا الصلاة، و نماز را برپا می دارند. یمسکون بالکتاب اصلاح عقاید است و اقاموا الصلاة اصلاح عمل است، یعنی هم عقیده شان درست هم عملشان درست. الله می فرماید انا لا نضیع اجر المصلحین، ما ضایع نمی گردانیم اجر چنان مصلحان را. و اذ نتقنا الجبل، خدای عزوجل در این آیه به جریان دیگر اشاره می کند، به جریان کوه تور که بر سر یهود گذاشته شد. خدمت شما دیروز عرض کردم که یهود بعد از اینکه مطمئن شد و 70 نفرشان گواهی دادند که تورات کتاب خداست و به تورات عمل کردن را شروع کردند، مقداری که جلوتر رفتن گفتند که برای ما مشکله، ما نمیتونیم به تورات عمل کنیم، اعمالش بسیار سخته. حال الله عزوجل کوه تور را دستور داد به جبرائیل امین، کوه تور را از ریشه برکند. گرچه بعضی معنای کنایی گرفتند، اما جمهور مفسران معتقدند که این به معنای حقیقی است، یعنی حقیقتا کوه تور از جایش برکنده شد و روی سر یهود گذاشته شد که انه ظلة، مثل سایه بود. و ظنوا انه واقع بهم، یهود یقین کردند که الان این کوه بر ما میفته. همه به سجده افتادند، همه گفتند ما به تورات عمل میکنیم. مطلبی که قبلا هم عرض کردیم اما در جلسه صبح، در این جلسه هم اون سوال را مطرح بکنم، اون این هست که در ذهن این سوال می آید که لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، در دین اکراهی نیست. خب خدای عزوجل یهودی ها را مجبور کرد که شما باید به تورات عمل کنید، این اجبار است، این اکراه است. خدمتتون عرض کنم که تفسیر درست آیه و مراد درست این آیه این است که لا اکراه فی الدین، یعنی در وارد شدن دین اکراهی نیست، در دخول دین اکراهی نیست، در اینکه ما هر کس را با شمشیر بگیم یالا بیا مسلمان شو، اگر مسلمان نشی گردنت را میزنیم. با زور با اجبار کسی را ما مجبور نمی کنیم که بیاد دین را بپذیرد، حتما آیین خدا را بپذیرد. خدا خودش فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواد ایمان بیاره، هر کسی نمیخواد کفر کنه، ولی آیندهش را هم بسمجه. انا اعتدنا للظالمین نارا، برای این گروه ما آتشی هم آماده کردیم. پس برای ورود به دین اختیار هست، حتی اگر کافر مشرک دین را نپذیرفت تسلیم شد و به شرایطی که حکومت مسلمانان تعیین کردن پذیرفت، بر همون دین خودش میتونه بمانه، اجبار نیست. اما یک بار که به اختیار خودش وارد دین شد، پا گذاشت در این چارچوب، بعد از اون باید دستورات را اجرا کند، باید دستورات را عمل کند. مثل این هست که بگه که من میام مسلمان میشم، وارد اسلام بشه، بعدن شراب هم بخوره. نه، بعد از اینکه مسلمان شد شراب خورد، ضرب شلاق میخورد. عمل کردن لازمی هست، پذیرفتن دین لازمی نیست. بنده مثال عرض کردم که در یک مجموعه‌ای که قوانین خاصی دارد، ضوابط خاصی دارد، خب ما خارج از اون مجموعه لازم نیست که قوانین اونجا را اجرا کنیم. مثلا عرض کردم پادگان
دستورات خاصی دارد، با این لباس نمیتونی وارد بشی، اونجا باید لباس فرم داشته باشی، اونجا باید کلاه به سر بذاری، اونجا باید مو داشته نباشی، اونجا نمیدونم فلان شرایط و فلان شرایط هست. خب ما که خارج از اونجا هستیم لازم نیست مقررات اونجا رو بپذیریم، اما یک بار که وارد شدیم اسممون را ثبت کردیم به عنوان سرباز اونجا، بعد از اون لازم هست، بعد از اون با اردنگی مجبور میکنن مردم همه چیز را عمل کنند. خب قوانین اونجا هست، ضوابط اونجا هست، نمی رفتی، الان که رفتی باید بپذیری. وارد یک مجموعه‌ای که میشه یک حکومتی هست، یک دولتی هست، برای خودش قوانینی داره. خب لازم نیست که قوانین اون دولت را اینجا که در خونه خودت نشستی اجرا بکنی، اما وقتی که ویزا گرفتی، وارد اون کشور شدی، وارد اون دولت شدی، دیگه باید هر چی که ضوابط داره، قوانین داره بپذیرید. دیگه وقتی که شما راننده محترم وارد پاکستان شدی به عنوان مثال، شما نمیتونی بگی که من در کشور خودم از قسمت راست جاده رانندگی میکردم، الانم همون کار را میکنم. اگر این کار را بکنی دیگه تمامه. اونجا که وارد شدی باید قانون اونجا را بپذیری، باید بر اساس اونجا عمل کنی. اینجا اجبار نیست، لازم نیست. پس هاکذا یهودی ها دین موسی را پذیرفتند، کتاب خدا را پذیرفتند، ایمان آوردند، الان عمل نکردند. عمل که نکردند، الله تعالی فرمود که و اذ نتقنا الجبل فوقهم، ما از ریشه برکندیم کوه را و بالای سرشون قرار دادیم، که انه ظلت، گویا سایه‌ای بود بر سرشان، و ظنوا انه واقع بهم، اونا گمان کردن که الان می افتد، واقع ای ساقط علیهم، بر اونها می افتد. الان ما بهشون گفتیم قلنا خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آنچه که ما دادیم شما را با قوت، یعنی خوب عمل کنید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یاد کنید آنچه که در این هست در تورات، به تعلیم و تعلم. چگونه یاد کنید؟ یاد بدهید، یاد بگیرید، شاید تقوا در وجودتون بیاید. در این صورت تقوا میاد که کتاب خدا را تعلیم و تعلم کنید و بعد از تعلیم و تعلم به اون عمل کنید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، بحث میثاق بود، بحث پیمان بود. خداوند عزوجل از بنی اسرائیل پیمانی را یادآوری کردند که اونها اون پیمان را شکستند. بعد از اون پیمان الله تعالی در اینجا یک پیمان دیگری را ذکر می فرماید که در این پیمان همه ما این پیمان را بستیم با خدا. الله این پیمان را ذکر می فرماید، انتظار دارد نه تنها یهود، همه بندگان خدا به این پیمان پایبند باشد. این پیمان و این عهد معروف است به عهد الست، و این پیمان در عالم ارواح اونطوری که در احادیث آمده. اکثر مفسران معتقدند که تفسیر این آیه همین پیمانی هست که بنده عرض می کنم، که در وادی ارواح از همه ما انسان ها گرفته شد. وقتی که خدای عزوجل ارواح را آفرید، همه ارواح را در یک میدان جمع کرد و از همه ارواح این پیمان را گرفت که مرا به عنوان ربتان، مرا به عنوان معبودتان بپذیرید، و گفت با من پیمان ببندید. همه انسان ها در اون عالم ارواح که در بعضی روایت ها میاد به اندازه مورچه‌ای بودند، موریانه مورچه‌ای بودند، همه اونجا اقرار کردند به پیمان و پیمان را پذیرفتند. خدای عزوجل فرمود شما را به دنیا می فرستم و برای یاد آوری این پیمان انبیا را می فرستم و کتاب می فرستم. انبیا و کتاب ها که آمدند و شما را به این پیمان یادآوری کردند، شما پایبند باشید، با خدای عزوجل کسی را شریک نگیرید.
لذا اون پیمان را الله ذکر میکنه. همونطوری که از یهود انتظار هست که به میثاق و به پیمان پایبند باشد، از تک تک انسان ها انتظار هست، از مسلمانان این انتظار هست. الله می فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، زمانی که ربت از بنی آدم، از اولاد آدم گرفت، من ظهورهم، از بنی آدم یعنی از پشتشان، ذریتهم اولادشان را، و اشهدهم، منظور اینه که الله تعالی ذریه آدم را، در روایت اینطور می آید که دست از متشابهات است، اونطوری که یلیق بشأنه تعالی، بر پشت آدم کشید. همه اولاد آدم که بنا بود از آدم به وجود بیاند، همه در اون میدان حاضر شدند. و اشهدهم علی انفسهم، خداوند خودشون را گواه گرفت. شما گواه باشید. الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ بعضی گفتند و اشهدهم علی انفسهم، معنیش اینه که سر به گریبان ببرید، فکر کنید که شما چطور به وجود آمدید، کی شما را خلق کرد. الستو بربکم قالوا بلا شهدنا، گفتند بله پروردگارا ما گواهی میدهیم که تو رب ما هستی. الله عزوجل فرمود الان این پیمان است، این میثاق هست، این میثاق را بگیرید. حکمت اول میثاق ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، این نباشد که روز قیامت بگویید که خدایا ما از این پیمان غافل بودیم. نه، ما این پیمان را به شما یادآوری کردیم، یادآوری هم به وسیله انبیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا اینکه بگویید پدران ما شریک گرفتند، شرک کردند من قبل از آن، و کنا ذریة من بعدهم، ما اولاد اونها بودیم بعد از پدران ما. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا ما را هلاک میکنی به آنچه که افراد باطل، افراد مشرک انجام دادند؟ الله می فرماید هر کسی مسئول خودش هست، از هر کسی تک تک جداگانه عهد گرفته شده، پیمان گرفته شده. و کذالک، اینجا امتنان باری تعالی هست، لطف و احسان الله یادآوری میشه که چگونه ما آیات را برای شما بیان میکنیم، توضیح میدهیم. ولعلهم یرجعون و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، این حکمت بیان آیات است، شاید این مردم از شرک برگردند به سوی توحید، به سوی خدای عزوجل. ببینید اگر پیمان را بشکنید و پیمان را عمل نکنید، نتیجه خوبی نخواهد داشت برای شما. خدای عزوجل نمونه ای از پیمان شکنی بیان می کند. این نمونه از یک عالم هست، یک عالمی که با توجه به علمی که دارد، یک تعهدی، یک پیمانی، یک میثاقی دارد. علم انسان را همیشه بر این عهد انسان را پیمان از انسان میگیرد که همیشه در مسیر حق باشد، در مسیر عدل باشد، در مسیر خود علم باشد. یک عالمی بود، بیشتر الان برای مصداق این آیه واقعات دیگری هم ذکر کرده، اما بیشتر مفسرین این را ذکر کردن. فردی بود به نام بلعم ابن باعورا. این فرد از علماء بود و از کسانی بود که با خدای عزوجل رابطه خاص داشت. خدا میگه ما آیات خودمون را به او داده بودیم، یعنی علم به او داده بودیم، شریعت به او داده بودیم و رابطه عمیقی با خدای تعالی داشت و مستجاب الدعوات بود، چنان بود که هرگاه دست بلند میکرد دعایش قبول میشد.
اما یکی از پادشاهان که در مقابل موسی علیه السلام قرار گرفته بود، بلق ابن عرض کنم که سقور هست یا چیزی دیگه، اون پادشاه بلق به این گفت که شما هر جا دعایت قبول میشه دست بلند کن بر علیه موسی. اون باب موسی علیه السلام مشکل داشت. این ابتدا گفت نه، موسی پیامبر خداست و من نمیتونم بر علیه موسی دست بلند کنم، تا اینکه او وعده داد، این را وعده داد به پول و مال و امکانات، هر چی میخواهی ولی تو مرا همراهی بکن. آخر این دست بلند کرد بر علیه موسی علیه السلام. الله تعالی این مؤاخذه کرد، الله این را مسخ کرد. این مثل چنان بدنش چنان شد مثل سگ ماند که زبانش از دهانش بیرون بود. الله می فرماید سگ را می بینی که گاهی باری بر او هست یا نیست، در هر صورت زبانش از دهانش بیرون هست و نفس می زند. این انسان بدبخت چنان شد. و در ضمن اینجا تذکر هم هست به یهودی های مخاطب قرآن که ای یهود، ببینید اون شخصیت کوچکی نبود، او در مقابل حق و اهل حق ایستاد، قیام کرد، در مقابل موسی به چه بدبختی و به چه ذلتی گرفتار شد. شما هم در مقابل این شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر به حق خدا، شما هم اگر ایستادگی بکنید، شما هم به کفر اگر ادامه بدید، شما هم اگر به مبارزه خودتون ادامه بدید، وضعتون از اونم بدتر خواهد بود. چنانچه یهود بدتر شدند. یهودی که سرمایه‌دارترین افراد مدینه بودند، بهترین قلعه ها و کاخ ها را داشتند، بهترین باغ ها را داشتند، بهترین امکانات را داشتند، یهود ذلیل و خوار یا کشته شدند یا جلاوطن شدند یا اسیر شدند و تمام باغاتشون، اموالشون در غنیمت مسلمانان قرار گرفت. لذا الله تعالی در واقع تذکر میده به یهود با این واقعات. پس این واقعات یکی از اون واقعاتی هست که پیمان کسی بشکند، عهد کسی بشکند. الله می فرماید وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، تلاوت کن، بخوان بر آنها خبر اون کسی را که ما آیاتمون را بهش دادیم، یعنی علم شریعت دادیم. فانسلخ منها، اما خارج شد از اون، از آیات خارج شد. سلخ اصل میگن پوست کندن حیوان را، وقتی که حیوانی را ذبح بکنی پوستش را به در بیارید، این هم چنان از آیات و از شریعت خارج شد. فاتبعه الشیطان، شیطان او را پیروی کرد. فکان من الغاوین، یعنی دنبال کرد و او را به طرف خودش کشید. فکان من الغاوین، در نتیجه این انسان از انسانهای گمراه شد. الله می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می خواستیم به وسیله این آیات او را مقام می دادیم، او را جایگاه می دادیم، او را عزت می دادیم. ولکنه اخلد الى الارض، اما اون انسان بدبخت اخلد الى الارض، این سبب ذلتش است. ببین نکته خیلی مهمی هست. اخلد الى الارض، این زمین را چیکار کرد؟ ترجیح داد، ماندن در زمین را، منظور دنیا، امکانات دنیا، زندگی در دنیا. اخلد الى الارض واتبع هوا، اما اون زمین را هدف قرار داد، دنیا را هدف قرار داد. واتبع هواه، و پیرو خواهشاتش شد. رب می فرماید فمثله کمثل الکلب، مثال اون انسان مثل سگ هست. ان تحمل علیه یلهث، اگر بر او
بار کنی، حمل کنی چیزی را، یلحس زبانش بیرون از دهانش هست، او تترکه یلحث یا او را ترک کنی به حال خود بگذاری، باز هم یلحث زبانش بیرون از دهان و نفس میزند. این مثال اون انسان است. چنین الله عزوجل او را گرفتار کرد. و نه تنها این مال بلعم ابن باوراست، الله می فرماید هر کسی که تکذیب کند آیات ما را، پیمان را بشکند، در مقابل حق و اهل حق بایستد، الله می فرماید همگان اینطور خواهند بود. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا، این مثال و این حالت اون قومی خواهد بود که تکذیب کنند آیات ما را. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، الله به پیغمبرش میگه ای پیغمبر تعریف کن برای اینها احوال را، شاید فکر کنند. سبحان الله، هر وقتی که انسانهای باطل در مقابل اهل حق ایستادند، در مقابل انسانهای با خدا ایستادند، در مقابل دعوتگران، چه پیامبران و چه جانشینان پیامبران، الله عزوجل چنان ذلیلشون کرده. نمونه ها زیاد هست، میتونه هر کسی از شما حتما تو ذهنش چند تا نمونه داره، هر کسی میتونه مثال ذکر کنه. علی ای حال، خلاصه اینه که در مقابل حق و اهل حق هر که بیسته، هر کس که با اهل حق در افتاد میفته، نتیجه نمیگیره. لذا همیشه سعی بکنیم که در مسیر حق باشیم، در کنار اهل حق باشیم، نه در صف مقابل، نه در جبهه مخالف. اونهایی که در جبهه مخالف بودند مال انبیا، اینجا داستان موسی بود، در جبهه مخالف رسول الله بودند تمام علماء یهود، تمام سرداران قریش، اینا هیچ کمی نداشتند، هم از نظر مال، هم از نظر علم، هم از نظر امکانات، ولی ذلیل و خوار شدند. الله می فرماید ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا، بسیار بد است مثال اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را، و انفسهم كانوا یظلمون، آنهایی که ظلم کردند بر خودشان، بر نفسشان ستم کردند چون خودشون را برای همیشه با تکذیب حق همیشه خودشان را مستحق جهنم کردند. من یهد الله فهو المهتدی، اینجا خدای عزوجل درباره هدایت و ضلالت بیان می‌فرماید. هدایت هم به دست خداست، ضلالت هم به دست خداست، اما برای طلاب عزیز درجات هدایت و ضلالت را بیان کردیم. خلاصش اینه، یک درجه در هدایت است به نام انابت و یک درجه در ضلالت است به نام عناد، ضد. هر کسی انابت داشته باشد، حق طلب باشد، در جستجوی حق باشد، در درونش ضد و عناد نباشد، اون خدا هدایت میکنه. اما هر کسی که عناد داشته باشد، ضد داشته باشد، تعصب بیجا داشته باشد، او قابل هدایت نیست. چنانچه یهودی ها این چنین بودند، مشرکان این چنین بودند. الله می فرماید من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی را الله هدایت کند فهو المهتدی، او مهتدی هست، او بر هدایت قرار می گیرد. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، هر کسی را الله گمراه کند، این افراد، این گروه خاسرون هستند، زیانکاران، در خساره ابدی و سرمدی واقع می شوند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، الله می فرماید همانا ما آفریدیم، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جنات و انسانها را. این جنات و انسانها که مال جهنمند چه کسانی اند؟ اینهایی که حق نمی فهمند. این نفهمیدن حق به خاطر عناد است، به خاطر ضد هست.
چون که ضد و عناد را پیشه گرفتن خدا از فهم اونها را محروم کرد. لهم قلوب لا یفقهون بها، برای این انسان ها دل هست اما نمی فهمند. ولهم اعین لا یبصرون بها، و برای آنان چشم هست اما نمی بینند. ولهم آذان لا یسمعون بها، برای آنان گوش است اما نمیشنوند. اولئک کالانعام، این انسان ها مثل حیوان. بل هم اضل، بلکه گمراه تر از این حیوانات. یعنی به ظاهرشون نگاه نکن، به علمشون نگاه نکن. علم حوزوی دارند، علم دانشگاهی دارند، قبا و قربات دارند، هر چی دارند، به این نگاه نکن. خدا وقتی که محروم بکنه، بعضی وقتا بعضی مردم که قرآن را میخوانند و میبینن میگن مگه این اهل باطل قرآن نمیخوانند؟ اینا واقعا از قرآن خبر ندارن. خدا چنان شفاف، واضح، صاف بیان فرموده در مورد توحید، در مورد یکتاپرستی. چرا این مردم بازم شرک میکنن؟ علت اصلی اونا علم دارن، سواد دارن، میفهمند، ولی علت اصلی اینه کسی که خدا را ناراضی بکند با ضد و عناد، الله او را از هدایت محروم میکند. الله میفرماید از انعام هم بدتر، از چارپایان هم بدتر. اولئک هم الغافلون، این انسانهای غافل هستند. حال الله عزوجل بعد از اینکه راه هدایت و راه زلالت را ذکر کرد و عنوان فرمود، اکنون ما را متوجه به ذات خودش میگرداند. الله میفرماید ولله الاسماء الحسنى، فقط و فقط برای الله نامهای زیبا، نامهای نیک. اسماء حسنا و صفات خدای عزوجل در قرآن زیاد است. معروف هست که 99 تا هستند، اما کل اسماء حسنا از صدها اسم و صفات بالاترم. بعضی ها 5000 تا گفتند صفات زیبای رب العالمین. لذا الله می فرماید فدعوه بها، خدا را به وسیله اون اسماء حسنا بخوانید. این توسل است. توسل به اسماء حسنا ان شاء الله موجب میشه که دعای شما بهتر قبول بشه. یعنی شما وقتی که میخواهید رحمت خدا را به جوش بیاورید با اون صفاتی که اون صفات بیانگر رحمت است، یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجود والمنه، صفاتی که در واقع صفات چی هستند؟ رحمت هستند. یا کریم، یا لطیف، یا رحیم، یا رؤوف. لذا منظور اینه که هر وقتی دعا میکنید توسل به اسماء الهی، به صفات الهی. یکی از صورتهای توسل بلا منازعه هست که هیچ کس تو این اختلافی ندارد و از قرآن هست. فدعوه بها، به وسیله اون اسماء خدا را صدا کن. از آداب دعا هم همینه که انسان خدای عزوجل را به وسیله صفاتش و صفاتش را متوسل بکنن. و ذروا الذین یلحدون فی اسماء، بگذارید اونها را که در اسماء خدای عزوجل کجی میکنن، انحراف را انتخاب میکنن، راه انحرافی را. ببینی خیلی از مردم هستن متاسفانه در اسماء و صفات الهی انحراف دارن. این انحراف چند نوع هست، 3 صورت بیان کردند مفسرین. یکی از صورتهای انحرافی این هست که صفات خدا را شما به غیر خدا بدید. صفات خدا را به غیر خدا بدید. مثلا الله عزوجل عالم الغیب هست، الله تعالی نافع هست، الله ضار هست، الله تعالی دهنده هست، بخشاینده هست.
موت به دست او هست، حیات به دست او هست، محیی هست، ممیت هست. لذا این صفات را به غیر خدا بدی، این میشه شرک. به غیر الله بگی یا محیی یا ممیت، ای کسی که در دست تو حیات است. به یک صالحی بگی، به یک امامی بگی، به یک پیری بگی که تو حیات به دست تو هست، موت به دست تو هست، فرزند و اولاد به دست تو هست، بازار و رونق بازار به دست تو هست. این صفاتی که مال الله هستند، اینها را به غیر خدا دادن، این یکی از صورتهای الحاد است. صورت دوم، اون صفاتی که مال خدا نیستند، اون صفات را به خدا نسبت دادن. مثلا اب یعنی پدر. پدر، مسیحیان خدای عزوجل را به عنوان پدر خطاب می کنند، یا مشرکان پدر ملائکه می دانند. لذا به اسمایی که الله عزوجل اون اسماء را ندارد، به اون اسماء الله تعالی را خطاب کردن. و سوم، القاب دیگر، اسماء دیگر، صفات دیگر که لا یلیق بشأنه، لایق الله عزوجل نیستند، سزاوار برای الله عزوجل نیستند، بلکه همون صفات خدا را انسان ذکر کند و یاد کند که اون صفات مخصوص الله هستند. لذا الله می فرماید با این صفات شما خدا را یاد کنید و بگذارید کسانی که الحاد می کنند، کجروی می کنند، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب جزا داده می شوند اون چی که عمل می کنند. یک اشاره بیشتری بکنم که ما بیشتر بفهمیم. بعضی از مردم، بعضی از افرادی که عوام هستند نمیدونند، نسبت به بعضی از بزرگان محبت دارند. گاهی همین محبت مفرط که حد و مرز داشته نباشه برای انسان مشکل ایجاد میکنه در عقیده انسان. لذا صفاتی، ولو اینکه این صفات در زبان فارسی هستند، در زبان اردو هستند، در زبان عربی هستند، این صفات را به اولیاء خدا میدهند، به بزرگانی که هستند. این جزء یلحدون فی اسمائه هست. قبلا بنده مثال عرض کردم، مثلا بعضی بزرگان را برایشون صفت گذاشتن دستگیر. دستگیر یعنی هر جا دست ما را میگیره، در حالی که دستگیر خدا است. یا مثلا غوث، فریادرس، این صفت خدا است. باید به الله عزوجل بگیم غوث. یا مثلا به زبان اردو به یکی از بزرگان میگن داتا، گنج بخش. داتا یعنی دهنده، هر چیز را او میدهد. داتا الله است. گنج بخش که گنج میبخشد، به انسان همه چیز میده، ایمان میده، دنیا میده، دین میده، الله است. لذا گاهی ما هم نمیدونیم، ندانسته این صفات را برای بزرگان ذکر میکنیم. باید انسان بپرهیزد. ذر الذین، الله میفرماید اینها را بگذارید که در صفات کجروی میکنند. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب به کیفر اعمالشان میرسند به سبب این اعمالی که اونها انجام میدن. اما گروهی دیگه هستن الله میفرماید معتدل، موحد، با انصاف. و ممن خلقنا امة یهدون بالحق، از آنانی که ما آفریدیم، انسانهایی که ما آفریدیم، جماعتی هست، امت جماعتی هست، یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و به یعدلون، و به حق انصاف میکنند، فیصله میکنند. ای یحکمون فی الخصومات، در خصومات فی ما بین خودشان هم به حق و به انصاف اونها فیصله میکنند. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. خب ما تا به حال درباره کفار خواندیم که کفار را الله عزوجل بیان فرمود، اینها
شرک میکنند، عقل از اونها سلب شده، اونها قابل هدایت نیستن. سوال اینجا است که چرا خدا اینها را مؤاخذه نمیکنه؟ چرا الله تعالی به عذاب گرفتارشون نمیکنه؟ الله تعالی در اینجا جواب میده. ببینید سوالی که برای ما هم گاهی پیش میاد که در دنیا دشمنان خدا مثلا اهل اروپا، اهل امریکا، مسیحیان، یهودیان، میبینیم که همه امور وفقشون پیش میره. از نظر امکانات اونها کمی ندارند، از نظر سرمایه کمی ندارند و در دنیا همه چیز به نفع اونها داره تمام میشه، به ضرر ما مسلمانان داره تمام میشه، در حالی که مسلمانان شرایط خوبی ندارند. پس کفار از نظر بالخصوص از نظر مادی همیشه شرایطشون بهتر بوده و بهتر هست. الله تعالی در این آیه پاسخ دادن والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. الله می فرماید اینایی که آیات ما را تکذیب کردند، اینایی که به ما کفر کردند، اینایی که به ما پشت دادند، سنستدرجهم یعنی تدریجا، کم کم، آهسته آهسته ما اینها را میبریم به سوی عذاب. این در واقع جواب این هست که چرا عذاب تأخیر میشه. سنستدرجهم چرا؟ چون که اگر زود خدا مؤاخذه بکند اونها را فوراً بر میگردن، میدان برایشون صافه. و دیگه این که ببینید اگر هر جا کافر کفر بکند فوراً خدا مؤاخذش بکند، اون وقت همه اجباراً ایمان می آورند. ایمان میشه ایمان اجباری، ایمان اختیاری نمیشه. لذا الله تعالی می فرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به صورتی از جهتی که اونها خودشون نمیدانند. این را مفسرین گفتند که لیس المطلوب الا تدرجهم في مدارج المعاصی الى ان يحق عليهم كلمة العذاب. یعنی هدف چیزی دیگه نیست، کم کم بروند به معاصی، گناهان بزرگتر از نظر گناه به پیشرفت کنند، به جاهای بلند و بالا از نظر گناه برسند، تا اینکه عذاب و کلمه عذاب در حق اونها صدق کند، مستحق عذاب قرار بگیرند. این هست الله می فرماید سنستدرجهم، تدریجا میبریم آنها را، من حیث لا یعلمون، از اون جهتی که نمیدانند، و املی لهم، مهلت میدهم اونها را، ان کیدی متین، اما گرفت من، مؤاخذه من بسیار سخت است، وقتی که بگیرد سخت میگیرد. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة. ببینید اونها یک کفرگویی که داشتن درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن حضرت را به جنون متهم می کردند. الله عز و جل می فرماید آیا اینها فکر نمی کنند احوال رسول الله را، صفات رسول الله را، پیشرفت رسول الله را، مواعظ و پیامی که رسول الله با خودش داره، آیا فکر نمی کنند به این نتیجه نمی رسند که ما بصاحبهم من جنة، این همراهشان، این صاحبشان هیچ نوع جنونی ندارد، ان هو الا نذیر مبین، نیست مگر اون ترساننده آشکاری است. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چرا اونها از رسول الله ناراحت بودند و رسول الله را متهم به جنون میکردند؟ رسول الله که قبل از بعثت محمد امین میگفتند، محمد صادق میگفتند، به خاطر موضوع توحید بود، به خاطر رد بت پرستی بود، به خاطر دعوت به سوی یکتاپرستی بود. لذا متصل بعد از این الله میفرماید دلیل توحید را بیان میفرماید که دلیلش اینه اون چیزی که پیغمبر به سوی او میخواند
نگاه کنید در ملکوت آسمان ها و زمین، آیا همون میبینید یا نه؟ پیغمبر به سوی توحید میخواند، لذا در مخلوقات خدا توحید خدا را مشاهده کنید. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا آنها نمی بینند در عجائب آسمان ها و زمین؟ آیا به این عجائب، به این ملکوتی که در آسمان ها و زمین هست نگاه نمی کنند؟ الان انسان ها کم و بیشی پیشرفت کردند، انسان ها تا کره ماه رفتن، بعضی کره های دیگه پا گذاشتن، از اونجا عکس گرفتن، عجائب را همه ما دیدیم. الله می فرماید به این عجائب نگاه نمی کنید؟ و ما خلق الله من شیء، هر چیزی را که الله آفریده آیا به اون نگاه نمی کنند؟ و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، آیا به این نگاه نمی کنند که امکان دارد، امید هست که اجلشان نزدیک باشند، یعنی این توقع و این امکان هست که موتشان نزدیک باشد، به این فکر نمی کنند؟ فبأي حدیث بعده یؤمنون. ببین قرآن چگونه شفاف بیان میکنه، دعوت به فکر میده. با این شفافیت قرآن اگر اونها باور نکنند، ایمان نیاورند، به چه سخنی بعده یعنی بعد القرآن یؤمنون ایمان میآورند؟ دیگه حرفی نمونده. من یضلل الله، اصلش اینه که اینها در ازلشون گمراهی هست. چرا؟ چون عرض کردم به دلیل عناد، به دلیل جدال بالباطل. لذا الله می فرماید جای تعجب ندارد، من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی را که الله گمراه کند هیچ کسی نمی تواند او را هدایت کند. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، می گذارد آنها را در سرکشیشان سرگردان. امه سرگردانی را میگن، کوری دل را میگویند. الله می گذارد همینطور در کفر و شرک و خرافاتشون سرگردان بگردند. خب بحث عذاب آمد نه؟ حال اونها میپرسند از پیغمبر، میپرسند که خب این قیامت کی هست؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از شما میپرسند ای پیغمبر که قیام اون ساعت، قیام قیامت کی هست؟ چه وقت خدا او را قائم می کند؟ ببینید علم قیامت چیزی هست که خدای عزوجل برای هیچ کسی ظاهر نکرده. بعضی از اهل خرافات، اهل بدعت که مثل علماء یهود تحریف می کنند، اینجا هم تحریف می کنند. علماء یهود تورات را از خود تغییر می دادند، دستکاری می کردند. علماء سوء در این امت هم هستند، خیلی ها هستند میگوین رسول الله علم غیب دارد. وقتی که به این آیه مواجه میشن که خدا میگه ای پیغمبر تو در جواب اونها بگو قل انما علمها عند ربی، بگو علم قیامت نزد پروردگار هست. خب اینجا معلوم میشه که پیغمبر علم قیامت ندارد. اونا اینطور تفسیر میگن، میگه ببین اینجا خدا گفته قل، بگو، خدا بهش دستور داده بگو، پیغمبر علمش را دارد، ولی خدا گفته خب با وجودی که علم قیامت را داری بگو من نمیدونم. با وجودی که علم قیامت را داری، میدونی که قیامت کی برپا میشه، اما جلوی مردم همینطور ظاهرا بگو که من نمیدونم، علیاذ بالله، یعنی تقیه است. پس الله عزوجل علم قیامت را به کسی نداده. عنده علم الساعه، ان الله عنده علم الساعه، فقط نزد خداست علم قیامت، برای کسی ظاهر نکرده. اینجا هم چند چیز خدا بیان میفرماید. اول قل انما علمها عند ربی، علمش نزد پروردگار من هست. دوم لا یجلیها لوقتها الا هو، روشن نکرده، ظاهر نکرده وقت اون را. لا یجلیها یعنی اون را ظاهر نمی کند قیامت را، الا هو لوقتها، این لام به معنی فی هست، یعنی فی وقتها. قیامت را
در وقتش الله عزوجل ظاهر می کند. به غیر از خدا کسی قیامت را نمی آورد. سوم، ثقلت فی السماوات والارض، سنگین است در آسمان ها و زمین. سنگین است به چه معنا؟ ثقلت مفسران گفتن خفیت، یعنی بر اهل آسمان و زمین علم قیامت مخفی هست. ببینید اینها عقیده هستند، اینها در قبر به درد ما میخورند. باید عقیده داشته باشیم که از اهل آسمان و زمین هیچ کس علم قیامت نمیداند. فرشتگان که در آسمانند هم نمیدانند، جبرئیل و میکائیل هم نمیداند، عیسی که در آسمان ها زنده است به عقیده ما او هم نمیداند، اهل زمین هم نمیدانند، ملک نمیداند، فرشته، جن، انس، هیچ کس نمیداند. ثقلت فی السماوات والارض. و باز که گفتن کی میاد؟ لا تأتیکم الا بغته، نمی آید مگر ناگهان می آید، نمی آید مگر ناگهان می آید. اما اینکه ثقلت ما تفسیر کردیم خفیت، بعضی میگویند ثقلت به معنای همون سنگینی هست، چون در زبان عربی سنگین هست علمش در آسمان و زمین. یعنی چی؟ یعنی علم قیامت برای اهل آسمان و زمین بسیار اهمیت دارد، اهمیت دارد و سنگین هست. به چه منظور؟ هر کسی تمنا دارد که علم آسمان و زمین را، ببخشید علم قیامت را داشته باشد. فرشته هم میخواد داشته باشه، پیغمبر هم میخواد داشته باشه، هر کسی. همونطور که تک تک ما دل ما میخواهد که ما درباره موت خودمون کاش علم می داشتیم که موت کی میاد تا براش آمادگی میکردیم. اون هم هر یکی تمنا دارد. ای کل من اهلها من الملائکه والثقلین، یک تفسیر اینه که هر یکی از اهل آسمان و زمین، چه ملائکه چه جن و انس، اهمه شأن الساعه، شأن قیامت براش مهم هست. و یتمنى ان یتجلی له علمها، تمنا دارد که کاش من علم قیامت را داشتم. و یشق علیه خفاؤها، و خفای آن، مخفی ماندن برای هر یک چی هست سخت است. روح المانی هم این مدارک بود. روح المانی میگه کبرت و عظمت علی اهلها، بر اهل زمین و آسمان سنگین و عظیم هست، حیث لم یعلموا وقت وقوعها، که نمیدانند وقت وقوع قیامت کی هست. لذا الله می فرماید قیامت ناگهان میاد. یسألونک کأنک حفی عنها، ای پیامبر از شما سوال میکنند، طوری سوال میکنند که کأنک حفی عنها. حفی یعنی عالم بها، گویا شما نسبت به قیامت عالم هستید. شما حفی میگه عالمی که خیلی مردم ازش سوال بکنند، مرجع به اصطلاح مرجع مردم. اما قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اعلام بفرما علم قیامت نزد الله است. این تأکید مجدد. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. ببینید که نمیدانند که علمش نزد الله است. فقط علم قیامت حکمتش که از ما مخفی هست، حکمتش خیلی زیاد هست. یکی از حکمت ها همونطور که ما از اجل خودمون نمیدانیم، هر انسانی که بمیرد هم قیامت شروع میشه. من مات فقط قامت قیامته. اگر از مرگ خودمون میدانستیم، از قیامت میدانستیم، اون وقت زیاد از گناه فاصله نمی گرفتیم. اما وقتی که انسان نمیداند، شاید انسان بیم داشته باشد امشب فردا
یا این اتفاق بیفته یا بمیرم، لذا میترسد از گناه فاصله میگیره، هر گناهی را جرأت نمی کند. یکی از حکمت ها این هست که مفسران نوشتند قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، این ترقی از ما قبل است. علم قیامت به جای خود، من علم از احوال خودم ندارم که بتوانم از فردایم خبر داشته باشم تا اگر بدونم ضرری هست جلوش را از الان بگیرم، نفعی هست از الان برایش برنامه ریزی بکنم. من حتی از فردایم خبر ندارم. ببین این عقیده هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاهش خیلی بلند، مقامش خیلی شایق فائق و بلند، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صفات خدایی ندارد. این صفات مال خدای تعالی هستند. بعضی وقتا اهل بدعت و اهل خرافات میگن اینها نسبت به پیغمبر توهین میکنن، بیادبی میکنن. نیست، این آیه قرآن است. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ای پیامبر اعلام کن من مالک نیستم برای نفسم، برای خودم نفع و ضرر را، الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواهد. هرگاه خدا بخواهد. خدا وقتی که خواست پیغمبر رفت در بنو نذیر، در سوره احزاب میخوانیم، رفت که با یهودی ها پیمان داشتند، رفت از اونها چنده بکند به اصطلاح به خاطر دیه 2 تا خون که از دست یک مسلمانی شده بود، اونا رو بگه شما سهم خودتون را بدید. یهود گفته اینجا شما تشریف داشته باشید، سایه درختی. گفتم بهترین فرصت است بریم از بالای قلعه، از اونجا یک سنگ آسیاب دستی بود، از اونجا بندازیم تا تمام بشه، تا همیشه راحت بشیم. بر علیه رسول الله این نقشه را کشیدن. نفر رفت که این کار را بکند، الله عزوجل بهش اطلاع داد ای پیامبر من خطر هست، برو از اینجا. پیغمبر رفت و همون باعث شد که یهود بنو نذیر را دیگه از اونجا بیرون کنند. خب الا ماشاء الله، گاهی الله میخواهد، گاهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمیداند چی میشه. در احد سر مبارک میشکند، دندان مبارک زخمی میشه، نمیداند چی میشه. 70 نفر را از بهترین شاگردان، حافظان، قرا، منافقان میبرن به جایی که ما را تعلیم بدهد. با یک حیله رسول الله علم غیب ندارد، خبر ندارد، و الا نمیگذاشت بهترین شاگردان شهید بشند. اونها را گذاشت و اونها بردند، همه را شهید کرده، یکی تونست فرار بکنه. لذا اگر من میدانستم، ولو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدانستم، لاستکثرت من الخیر، خیلی از خیر برای خودم جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوئی، هیچ ضرر و آسیبی به من نمیرسید. اونجا در طائف کفشایم پر از خون نمیشد، بدنم خونالود نمیشد. در مکه اون همه زجرها را نمیکشیدم، در احد اون همه مشکلات را تحمل نمیکردم، بهترین یاران و دوستانم را از دست نمیدادم. ولی من از غیب خبر ندارم، و اگر میدانستم لاستکثرت من الخیر، همه خیر را جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوئی به من نمیرسید. پس ببینید فرق پیغمبر با خدا در همین است که خداوند همه خیر و شر به دستش هست. نافع و ضار الله است، نفع دهنده، ضرر دهنده، عالم الغیب، از هر چی میداند. اما پیامبر نه. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نیستم من مگر نذیری هستم، ترساننده و بشیر هستم. من کارم علم غیب نیست، من کارم نفع و ضرر نیست، کارم انذار و تبشیر هست برای مؤمنان، برای قومی که یؤمنون، ایمان بیاورند. یعنی مؤمنین حرف مرا گوش میکنند، مؤمنین بهش عمل میکنند، کفار توجه نمیکنند. هو الذی خلقکم من نفس واحده، الله عزوجل
اینجا نعمتی دیگر را از نعمتهای خودش ذکر می فرماید و باز ناسپاسی و ناشاکری انسانها را. اول ترجمه: الله اون ذاتی هست که آفرید شما را از نفس واحده و جعل منها زوجها، و از همون نفس همسرش را پیدا کرد، لیسکن الیها، تا اینکه آرامش بگیرد. همسر را الله عزوجل به انسان داد تا که موجب آرامش بشه، موجب سکون در زندگی بشه. اما وقتی که این زوج، این مرد نزدیک زن رفت، فلما تغشاها، اون را تحت پوشش قرار داد، کنایه است از همخوابی. وقتی که با او همخوابی کرد، حملت حملا خفیفا، ابتداء حامله شد و حملش خفیف بود، زیاد سنگین نبود. ابتدا زن وقتی که حامله بشه زیاد سنگین نیست. فمرت به، به هر حال با او تردد میکرد. فلما اثقلت، اما وقتی که سنگین شد و متوجه شدند که بچه در شکم دارند، دعوا الله ربهما، هر دو زن و شوهر از خدا خواستند، از خدایی که ربشان بود، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدایا اگر فرزند صالحی به ما دادی ما از بندگان شاکرت میشیم. فلما آتاهما صالحا، وقتی که خدا به اونها فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، اون دو برای خدا شریک گرفتن، فیما آتاهما، در آنچه که خدا بهشون داده. فتعال الله عما یشرکون، خداوند برتر است از اون چی که مردم شریک میگیرن. اینجا یک داستان جعلی و غیر واقعی هم ذکر کردند. اول اون را خدمت شما عرض کنند. میگویند این من نفس واحدة آدم است، آدم علیه السلام، و جعل منها زوجها، خدا از آدم همسرش را درست کرد، یعنی حوا را. در حدیث می آید از دنده و پهلوی چپ آدم آفریده شد. آدم و حوا را که خدای عزوجل حوا را برای آدم درست کرد، آدم و حوا وقتی که نزدیک شدند به هم، خدای عزوجل به اونها فرزندی عطا کرد. در این داستان جعلی هست که ابلیس پیش حوا آمد. ابلیس اون را ترسوند، گفت که عجیب، موجود عجیبی در شکمت هست، شما تنها راهش اینه که شما نظر کنید، الان نظر کنید که اگر این فرزند را خدا بهتون داد، اسمش را عبدالحارث بگذارید. حارث بتی بود. اگر این نظر را کردی، بعداً فرزندت فرزند سالمی میشه، عجوبه‌ای نمیشه. اون دو با هم این نظر را کردند، آدم و حوا، یا اینکه ابتدا دعا کردند تا اینکه خدای تعالی فرزندی بهشون داد. الان شیطان گفت، چون داستان وقتی که جعلی باشه مختلف می آید، شیطان بهشون گفت اگر میخواهید که این بچه شما زنده بماند، میخواهید بیمهش بکنید، اسمش را بذارید عبدالحارث. لذا اسمش را گذاشتن عبدالحارث، یعنی معنیش اینه العیاذ بالله که آدم و حوا شرک کردند، اسمش را گذاشتن بنده حارث. و الله اینجا ذکر میکند که فتعال الله عما یشرکون، اینا با خدا شریک گرفتن، خدا از شریک بالاتر است. خب این قصه، این داستان اصلی ندارد، واقعیتی ندارد و در واقع با مقام نبوت، با جایگاهی که آدم علیه السلام دارد، ما معتقدم انبیا گناه هم نمی کنند. در این داستان ثابت میشه که انبیا علیه بالله شرک هم می کنند. پس خب تفسیر درستش چیه؟ اینجا که خدا گفته
هو الذی خلقکم من نفس واحده. بعضی مفسرین گفتند ابتدا درباره آدم است، فلما آتاهما مطلقا بنی آدم است، یعنی آدم و حوا مراد نیست. بخش اول آیه که خدا اون ذاتی است که شما را از نفس واحده آفرید و همسرش را از خودش، از وجود خودش بهش داد، این درباره آدم و حوا است. اما فلما آتاهما بعدا ذکر مطلق بنی آدم می آید که بنی آدم چیکار میکنند؟ خدا بهشون فرزند میده، فرزند نامش را نام شرکی میگذارند که گویا غیر خدا به من داده. اما تفسیر درستر که حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این هست که هو الذی خلقکم من نفس واحده. اینجا بحث آدم و حوا نیست، مطلقاً بحث انسان است که ای انسان ها، الله شما را از نفس واحده آفریده، اصلا آدم را از ذهن تو پاک کنید. اینجا بحث آدم نیست. و جعل منها زوجها، منظور از منها این نیست که از جزءش زوجش را آفرید، از پهلویش و از دندهش زوجش را آفرید، بلکه منها یعنی من جنسها. خدای عزوجل یک لطفی به حال شما انسان ها کرد که از جنس شما همسری برای شما انتخاب کرد. معنیش اینه که به شما نگفت برید بلا نسبت با حیوانات ازدواج کنید، نگفت با جنات ازدواج کنید، نگفت با مخلوق دیگه ازدواج کنید از غیر جنستان، بلکه وجعل منها یعنی من جنسها. در آیه دیگر داریم و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. خداوند از جنس، من انفسکم یعنی من جنسکم، خدا از جنس شما برای شما همسر انتخاب کرده. بس بحث آدم و حوا نیست، بحث ماها هست، بحث تک تک مخاطبین است. الان بر اساس این تفسیر ما تفسیر میکنیم. اما قبل از تفسیر قال قوم، قرطبی میگه ان هذا راجع الى جنس الادمیین. الله تعالی اینجا از جنس آدمی ها صحبت کرده، نه از آدم. و تبیین انهار المشرکین من ذریت آدم، که از اولاد آدم خداوند بیان فرموده که اولاد آدم چنین هستن و هو الذی یعول علیه. این اون قولی هست که بر او اعتماد میشه. خب الله آن ذاتی هست که خلقکم، شما را آفرید، من نفس واحده، از نفس واحد یعنی همه شما از آدم، اما بعد از اون شما بقیه انسان ها، و جعل منها زوجها، و همچنین از آن نفس زوجش را یعنی از جنسش، الله از جنس انسان همسرش را انتخاب کرد تا این مرد و شوهر و زن لیسکن الیها، از همدیگه به همدیگه آرامش بگیرن. شوهر سکونش و آرامش به سوی اون زن باشد. فلما تغشاها، زمانی که او را پوشش قرار داد، حملت حملا خفیفا فمرت به، حمل خفیفی که با او راحت میرفت، تردد میکرد. فلما اثقلت، زمانی که حمل سنگین شد، دعوا الله ربهما، هر دو زن شوهر الله خواستند، دعا کردند لئن آتیتنا صالحا، بار الها اگر به ما فرزند صالحی دادی، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از بندگان سپاس گزار میشیم. فلما آتاهما صالحا، زمانی که الله عزوجل به آنان فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، برای خدا شریک قرار دادن. فیما آتاهما، در اون چی که خدا داده خدا. ما بر اساس عرف و منطقه خودمون داریم میگیم،
داده بچه را خدا اسمش را میگذارد پیر بخش، نبی بخش، یا ولی بخش، یا علی بخش، اینها، یا عبد ود مشرکین میگذاشتن، نه عبد یغوس، عبد نصر. ما میگذاریم مثلا عبد النبی، عبد الحسین، عبد الرسول. درسته که میشه توجیه کرد که عبد را به معنی غلام، به معنی خادم، ولی کلمه ای که چنان توهمی توش هست، چنین احتمالی هست از این نامها گذاشته نشه که این نامها نامهای مناسبی نیستند. لذا فتعال الله عما یشرکون، الله برتر است از اون چی که مردم شرک میکنن. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا شریک میگیرند ما لا یخلق شیئا، کسانی را که اونا نمیتونند پس شیء را خلق بکنند، چیزی را پیدا کنند، و هم یخلقون، خودشون مخلوقند. یعنی بنده ها را آوردند شریک خدا قرار دادند. بنده ها هر که باشند، فرشته هم باشند، مخلوق خدا، اونا را خدا آفریده، اون مخلوق نه خالق. ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند اینها را یاری کنند، ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه اینها را نمی توانند یاری کنند بلکه خودشان را هم نمی توانند یاری کنند. ببینید تاریخ گذشتگان را ببینید، ما بهترین ها را نگاه کنیم، انبیاء را، بهترین پیغمبران را مردم اذیت کردند. حضرت نوح چقدر شکنجه دید، حضرت ابراهیم علیه السلام مگر تو آتش انداخته نشد، هجرت نکرد، ملک را رها نکرد. حضرت زکریا و حضرت یحیی هر دو شهید نشدند. حضرت عیسی را مگر اونها به زعم خودشون به دار نزدند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سختترین روزها را مگر تحمل نکرد، تبعید، تحریم، همش یاران کشته می شدند. اینها خودشون را الله نصرت کرد، اما در بسیاری مواقع اینها خودشون را نمی توانند یاری بکنند. ائمه بزرگوار، ائمه اهل بیت، بنابر گفته کتاب ها اکثرشون مسموم شدند، شهید شدند. پس اینها نمی توانند خودشون را یاری کنند، چطور ما را میتونه یاری بکنن؟ بله محبت باید داشته باشیم با اونها، اما از اونها استمداد نکنیم، از اونها کمک نگیریم. الله می فرماید ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند برای خودشان یاری رساندن را، برای اینها یاری رساندن را، کسانی که اونها را میخوانند. ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه آنها می توانند خودشان را یاری بکنند. و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، الله می فرماید اگر آنها را شما بخوانید، معبودان را، به سوی هدایت، به سوی مسیری، لا یتبعوکم، اونها از شما پیروی نمی کنند. چرا؟ سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه اونها را شما فریاد بزنید چه صامت و ساکت باشید، هیچ نفع و ضرری به شما نمی رسانند. یعنی فریاد بزنی یا ساکت بشی نمیتونه نفع برسانه. والمعنى ان هذا المعبود الذي يعبده المشركون، این معبودانی که مشرکان آنها را عبادت میکنند، معلوم من حالش معلومه که انه لا ينفع ولا يضر، نه نفع میرسانه نه ضرر. همچنین وقتی که اونها را به سوی خیری بخواهی، اونها هیچ عکس العملی از خود نمیتونه نشان بدن، اونها رفتن به جهان دیگه پیوستند، اینجا نیستن که شما اونها را میخوانید. ان الذين تدعون من دون الله، این صفاحت مشرکین، حماقت مشرکین. الله به مشرکان میگه اینهایی که شما فریاد میزنید به غیر از خدا، اینا بنده هستن، بنده خدا هستن. ببینید معلوم است به بت‌ها نبودن، بت‌ها را عبادت نمی‌کردند، بت‌ها نمادی بودند از صالحین، اینا در واقع صالحین را عبادت می‌کردند. پس مشرکین انسان پرست بودند نه بت
بت را قبله توجه قرار داده بودند. چرا؟ اما این بت در واقع نماد اون صالحی بود که اینها در ذهن خودشون اون را داشتند. لذا الله اون صالحین را میگه بنده هستن، مثل شما بندگانی هستن. ان الذين تدعون من دون الله، آنانی که شما آنها را میخوانید بغیر از الله، عباد امثالکم، بندگانی مثل شما هستند. فدعوهم، آنان را بخوانید. فلیستجیبوا لکم، آنها اجابت کنند برای شما. این کنتم صادقین، اگر راست میگید بخوانید که اجابت کنند، ولی نمیتونه اجابت کنند. الله میفرماید اونها از این دنیای فانی رفتند. الان چه حرکتی از اونها شما دیدید که شما اونها را صدا میزنید؟ الهم ارجل یمشون بها، آیا برای اونها پا هست که با اون پا راه برند؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا دست دارند که به وسیله اون دست چیزی بگیرند؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا چشم دارند که به وسیله اون چشم ببینند؟ ام لهم آذان یسمعون بها، آیا گوش دارند که به وسیله اون گوش بشنوند؟ قل ادعوا شرکاءکم، این امر توبیخی هست. شما که نمیفهمید، متوجه نمیشید، دلیل خدا را متوجه نمیشید، ادعوا شرکاءکم، شما اون معبودان خودتون را بخوانید. ثم کیدون، سپس بر علیه من محمد هر نقشه و توطئه دارید توطئه کنید. فلا تنظرون، مرا مهلت هم ندهید، به من مهلت هم ندهید. ان ولی الله الذی نزل الكتاب، اما من با شما نیستم. حامی من، ولی من، معبود من کیه؟ ان ولی الله الذی نزل الكتاب، همانا ولی من، حامی من آن ذاتی هست که کتاب را فرستاده، قرآن را. و هو یتولی الصالحین، و اون ذات حامی صالحان هست، ولی صالحان هم هست. والذین تدعون من دونه، الله می فرماید کسانی که شما می خوانید آنان را بغیر از الله، لا یستطیعون نصرکم، آنها نمی توانند شما را یاری کنند، ولا انفسهم ینصرون، و نه خودشان را می توانند یاری کنند. این بیان عجز معبود باطل است، تکرار است، تأکید است. دوباره این آیه تکرار میشه. و ان تدعوهم الى الهدى، خطاب است رسول الله را که شما اونها را بگو. و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر شما آنها را بخوانید به سوی هدایت نمیشنوند. البته اینجا دو احتمال است. یکی این که ای پیغمبر اگر شما این کفار را بخوانی به سوی هدایت نمیشنوند، چون که اینها هدایت را از دست دادند، مهر جباریت خوردند، استعداد هدایت را از دست دادند. یک تفسیر اینه که خداوند خطاب میکنه به کفار که اگر شما معبودان خودتون را بخوانید اونها نمیشنوند. پس این که یا که خطاب للکفار و ضمیرهم للمعبودان الباطله، یا این که خطاب للنبی و ضمیرهم للکفار، خطاب به رسول الله و منظور کفار را اگر بخوانی. و ان تدعوهم، اگر آنها را بخوانی به سوی هدایت، لا یسمعوا، نمیشنوند. و تراهم ینظرون الیک، میبینی به شما را نگاه میکنند، اما وهم لا یبصرون، اما نمیبینند چون کوردلند، اونها به طرف هدایت نمی آیند. خذ العفو، ای پیغمبر در حق اونها عفو را پیشه بگیر. و امر بالعرف، و بکار معروف اونها را راهنمایی کن. و اعرض عن الجاهلین، از این جاهلان اعراض کن، معاملهشون را برای خدا بگذار. هنوز جهاد مشروع نشده، بگذار برای خدا، تو تبلیغت را بکن. و اما ینزغنک، اما گاهی وساوس شیطان هم هست. الله می فرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ،
اگر به تو ضربه‌ای بخورد یا وسوسه‌ای پیشت بیاد از شیطان، نزغ ضربه را میگم ولی اینجا معنی وسوسه است، وسوسه‌ای فاستعذ بالله، به الله پناه ببر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گاهی شیطان بر ما هم وسوسه میکند، بهترین ورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست که انسان به خدا پناه ببرد. انه سمیع علیم، خداوند شنوا هست اقوال شما را، علیم از احوال شما خبر دارد. اینجا خدای عزوجل ذکر کرد رسول الله را، اما بعد از رسول الله اهل تقوا، متقین، مؤمنین. ان الذين اتقوا، این بشارت هم است، آنانی که از خدا می ترسند. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه برسد به اونها وسوسه ای از طرف شیطان. طائف یا مصیبت را میگند، حادثه مصیبت یا وسوسه، هر دو یکی هست. تذکروا، فوراً عظمت الهی را یاد میکنند. تذکروا، عظمت الهی را. فاذا هم مبصرون، در این هنگام مثل اون کفار نیستن که نمی بینند، اینا می بینند. ثمره تذکر، نتیجه تذکر، یعنی خدا را یاد کنی چشمت باز میشه، حق را می بینی. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، بقیه برادران و دوستانشون میکشند اینها را به سوی گمراهی. ثم لا یقصرون، سپس اونها کوتاهی هم نمیکنند، اما اینها به طرف اونها نمیرند. چرا؟ چون که اینها عظمت رب را یاد کردند، اینها را الله عزوجل محفوظ میکند. و اذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها. در پایان سوره مجددا زجر و توبیخ است بر مشرکان، که مشرکان میگفتند چرا شما اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمی آورید. و اذا لم تأتهم بآیة، هرگاه آیه‌ای که آنها میخوان نیاوری، قالوا لولا اجتبیتها، میگویند چرا تو لولا اجتبیتها، چرا اون آیه که ما گفتیم انتخاب نکردی. ای پیغمبر، قبلا هم خدمت شما عرض کردم معجزه به دست پیغمبر نیست، معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اختیارش به دست خداست. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اعلام بکن من جزی نیست که من پیروی میکنم آنچه که وحی بشه به سوی من از جانب ربم. هرچی که خدا بگه من پیروی اون هستم، از طرف خودم کاری نمیتوانم بکنم. هذا بصائر من ربکم، این فضیلت قرآن. این قرآن بصائر هست، یعنی موجب روشنی هست، هدایتگر هست، راهنما هست از جانب ربتان. دنبال آیات دیگه نرید، همین آیات قرآن برای شما کافی است. و هدن، هدایت است، علما، یعنی راهنمایی میکنه از نظر علمی برای شما، راه را مشخص میکند. و رحمت، رحمت است عملا، وقتی عمل کردی موجب نزول رحمت های خدا میشه. لقوم یؤمنون، اما برای قومی که ایمان می آورند. خب پس بهترین ارمغان برای شما قرآن است، بهترین معجزه برای شما قرآن است. به قرآن محکم بگیرید، چنگ بزنید و دیگه ادب قرآن را هم داشته باشید. ادب قرآن چیه؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هرگاه قرآن قرائت میشه، تلاوت میشه، فاستمعوا له، استماع کنید آن را، و انصتوا، و ساکت بمانید، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم خدا واقع بشید. ببینید گفتند این آیه در وقت خطبه هست و نماز، بعضی گفتن در وقت خطبه هست و بعضی گفتن نماز، یا هر دو. مگر در نماز کسی صحبت میکنه؟ ابتداءً بله، صحابه در نماز صحبت هم میکردند، حتی بعضی ها می آمدند مسبوق می شدند، دیر به نماز می رسیدند، از بغلی می پرسیدند که چند رکعت خونده شده، او می گفت یک رکعت رفته، دو رکعت رفته، اول اون یک دو رکعت را می خوان، بعداً به امام می پیوست.
اجازه صحبت کردن بود، اجازه راه رفتن بود، تا اینکه کم کم آرامش آمد. قوموا لله قانتین، ای ساکتین، ساکت در نماز صحبت نکنید. لذا قرآن هم خونده میشه، شما سکوت کنید و صحبت نکنید، استماع کنید. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه از این آیه استدلال میگیرد و معتقد است که وقتی که امام میخواند باید مقتدی نخواند، گوش کند. و اذا قرئ القرآن، وقتی که قرآن خوانده میشه، فاستمعوا له، استماع کنید برای آن قرائت، و انصتوا، و ساکت بشید، شاید شما مورد رحم خدا واقع بشید. مطلق گفته وقتی که قرآن خوانده میشه. حال چه نماز جهری هست چه نماز سری، چون در نماز سری هم امام میخواند شما نمیشنوید، در نماز جهری هم امکان داره شما فاصله داشته باشید نشنوید، دور باشید، وقتی بلندگویی نباشن نشنوید. لذا وظیفه‌تون هست که ساکت بشید. البته در نمازهای سری بقیه ائمه بعضی گفتن بخواند، بعضی گفتن نخواند. صاحبین امام ابو حنیفه هم میگه در دلش بخواند اشکالی ندارد، ولی امام ابو حنیفه میگه در نماز سری و جهری وقتی که امام میخواند مقتدی قرائت نکند. مقتدی چون که پیغمبر فرموده من کان له امام فقراءة الامام له قراءه، هر کسی که امامی داشته باشد قرائت امام برایش قرائتی حساب میشه. امام میخواند گویا شما میخوانید. درست لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره فاتحه درست نیست، ولی امام داره میخواند گویا من میخوانم، از طرف شما به نمایندگی از شما میخواند. لذا قرآن گفته که این اختلاف فقهی است، البته فقط یک اشاره، دلائل دیگه زیاد است مال طرفین. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، الله را باید یاد کرد، اما چگونه یاد کنیم؟ الله می فرماید واذکر ربک فی نفسک، رب را در نفست، در دل یاد کن. ببین تنها ذکر با زبان هم غنیمته، اما اول ذکر با دل هست. گاهی ما اینطور هستیم که با زبان تسبیح، با دست تسبیح هست، با زبان سبحان الله سبحان الله هست، اما به حرف مردم گوش میکنیم. در دل خدا نیست، در دل اون سبحان الله، معنای اون سبحان الله، معنای اون الحمدلله دیگه نیست. چون توجهتون به مردم است، در جلسه نشستی با هم صحبت میکنی، یکی تعریف میکنه، همه میخندن، اینم داره میخنده، همونطور سبحان اللهش هم میگه. این در دل نیست. وقتی که بر زبان تسبیح باشد و در دل گاو و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر؟ در تسبیح، در ذکر و یاد خدا اول دل را متوجه الله بکن و بعداً با زبان با آرامش بگو سبحان الله سبحان الله، و به معنایش هم فکر کن که معنایش توحید است. خدایا از هر عیب، از هر شریک، از همسر، از فرزند پاکی. لذا الله تعالی طریق ذکر را به ما گفته واذکر ربک فی نفسک، در دل رب را یاد کن و این حالت ها را هم داشته باش، تضرعا و خیفا، هم تضرع داشته باش هم خوف داشته باش. انسان یعنی با عاجزی، با ترس از خدای عزوجل، با این کیفیتی که قرآن گفته اگر انسان ذکر کند و دون الجهر، از جهر پایینتر، بلند نه. دون الجهر علما گفتن اون ذکری را میگن که خودت بشنوی، چون گاهی نیاز میشه انسان ذکر خودش را خودش بشنود تا تأثیرش بر قلب بماند. سبحان الله سبحان الله، به اندازه که خود انسان متوجه بشه. و دون الجهر من القول، یعنی مثل سخن بلندی نباشد. بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی دائما همیشه
ولا تکن من الغافلین، از غافلین مباش. الله عزوجل میگه غافل، دل غافل مباش، دل غافل داشته نباش، همیشه دلت با رب باشد، با حق باشد، با یاد حق باشد. اما اونهایی که غفلت میکنند یا تکبر میکنند، اونها از خدای عزوجل بدور هستند. و اونهایی که تکبر نمیکنند مثل ملائکه، اینجا خدای عزوجل ملائکه را الگو قرار داد برای ذکر. معلوم میشه که ملائکه خیلی ذکر میکنن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. اون ملائکه که مقرب هستن با وجود اون مقام شامخ، اون مقام بلند، اونها تکبر نمیکنن از عبادت رب. بله. و یسبحونه، اونها تسبیح خدا بیان میکنه. این توحید لسانی هست. لا یستکبرون توحید قلبی هست. لا یستکبرون عن عبادت، تفسیر کشاف نوشته یعنی لا یشرکون، شریک با خدا نمیگیرند. و یسبحونه، با زبان هم تسبیح میگویند، توحید خدا بیان میکنند. وله یسجدون، فقط و فقط برای خدا سجده میکنند. سه توحید بیان شد. وله یسجدون توحید بالجوارح هست، توحید عملی، سجده کردن. یسبحونه توحید زبانی هست، با زبان پاکی خدا را و توحید خدا را بیان میکنن. و لا یستکبرون، قلبا در قلبشون شرک نیست. صدق الله العظیم. آیه سجده هست، خوانده شد، سجده تلاوت بر شما واجب شد. بعد از دعا انشاءالله سجده بکنید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. پروردگارا عقاید ما را و ایمان ما را اصلاح بفرما. اون عقیده‌ای که در قرآن هست و اون توحیدی که در قرآن هست در اعماق قلب ما جا بده. پروردگارا بعد از ایمان کامل به ما توفیق عمل صالح عنایت بفرما. اون اعمالی که موجب خوشنودی و رضای تو می شوند، نه تنها در ماه رمضان، در همه ماها ما را توفیق عمل صالح عنایت بفرما. پروردگارا ما را اخلاق نیکو و اخلاقی که قرآن برای بندگان تو بیان داشته اون اخلاق نصیب بفرما. پروردگارا ظاهر و باطن ما را اصلاح بگردان. ما که این آیات را میخوانیم توفیق عمل کردن به این آیات نصیب بفرما. اله العالمین به بارگاه خودت قبول بفرما. اله العالمین اعمال ما را، طاعات شکسته ما را، روزهای ما را، قیام لیل ما را، تراویح ما را پروردگار به بارگاه خودت قبول بفرما. یا رب بر ما لطف بفرما و بر ما احسان بفرما. مشکلات ما را حل بفرما. همه نوع مشکلات را، مشکلات خانوادگی، مشکلات معیشتی و مالی، مشکلات و پریشانی های دنیوی دینی، همه را حل بفرما ای مشکل گشا. هر آن کسی که تقاضای دعا کرده برای هر حاجتی حاجتش را برآورده بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما و زنده ها را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم